چقدر آرامش بخشه. صبح بخیر مردم، خورشید تو آسمونه. مردم خوابن. خب دیگه نوبت منه که بدرخشم. تو برو پایین. مردم نگاه من کنی. هیچ کس تو رو نگاه نمیکنه جز احمقا. کوچولو توی سیارت بیش نیستی. من یه ستارم. مردم یه زمانی منو پرستش میکردن. مردم جاهل البته. هرچی. میدونستی که حالت عادی کیهان و فضا شب و تاریکیه؟ تو با نور خودت میای به صورت مصنوعی روشنش میکنی. مردم اگه من نبودم چطور میخواستم ویتامین دی تامین کنم؟ قرص ویتامین دی 5000 عزیز دلم. باشه تو چه فایده‌ای داری؟ آبل مرغوم. اولا مردم وقتی میخوام به هم دیگه بگن زیبایی میگن مثل ماه میمونی. دوما اینجا چالای رو صورت من همون شهاب سنگاییان که میخواسته بخوره زمین من نذاشتم. دوران دایناسور دیدم چطور جلوی شهاب سنگا رو گرفتی. هنوز که هنوز تیکه سنگاشو تو ماهتت فسیلا پیدا میکنم. مردم بچه آروم باشین. ما نوبت توئه که بری پایین. من داشتم میرفتم شروع کردی چرت و پرت گفتن. چی شده؟ ببین کسوفت میکنه. فوش دادی؟ نه کسوف فوش نیست خورشید. ماه گرفتگیه، یه چیز طبیعیه. اف که مدارم به مدارت نمیخوره. من نه مادر تو. صفحتم پوفی. ای